امروز با یک موضوع مهم اومدم پیشتون. 3 اشتباهی که موقع حرف زدن با دیگران نباید انجام بدیم. میخوام با هم بررسی کنیم که این 3 اشتباه هنگام صحبت کردن چی هستن و چرا نباید انجام بدیم. اولین اشتباه که نباید هنگام صحبت کردن با دیگران انجام بدیم، قطع کردن حرف دیگرانه. یکی از اشتباهاتی که بسیاری از ما ممکنه در مواقع بحث یا گفتگو انجام بدیم، قطع کردن حرف دیگرانه. این اقدام میتونه نشانه عدم احترام به نظرات دیگران باشه و نیز قطع ارتباط مؤثر در یک گفتگو باشه. بذارید براتون مثالی بزنم. شخصی با لحن عصبی در حال سرزنش شما می باشد. وقتی شما بی مقدمه حرفش را قطع می کنید، باعث مشاجره و اتفاقات جبران ناپذیری میشید. بعدش ممکنه پشیمون بشید که این پشیمانی سودی ندارد. روش کاربردی برای این مشکل گوش دادن فعال است. یعنی تمرکز کامل خود را بر روی حرف طرف مقابل بذارید و به او تمرکز کنید و فرصت دهید تا شخص حرف خود را به پایان برساند. این کار باعث افزایش صبر شما میشه و نشان دهنده شخصیت والای شماست. جورج فورمن لوکاس میگه افرادی که صبر دارن اتفاقات خوبی برایشان رخ میده و اتفاقات عالی برای افرادیه که اتفاقات عالی را خودشان با تلاش خودشان محقق میکنند. خب الان وقتشه راجع به دومین اشتباه که نباید هنگام صحبت کردن با دیگران انجام بدیم صحبت کنیم. بدون توجه به فرد مقابل بی اندازه صحبت کنیم. در برخی مواقع ممکنه به خودمون زیاد توجه کنیم و حرف زدن را به شکلی بی اندازه ادامه بدیم. این رفتار میتونه باعث از بین رفتن تعادل در یک گفتگو بشه و خستگی شنوندگان به همراه داشته باشه. فرض کنید در یک جمعی هستید و شما در حال صحبت کردن هستید. اولش همه با توجه زیاد حرف شما را گوش می دهند. ولی اگر طولانی باشد توجهات کم می شود. به طوری که ممکن است افراد جمع را ترک کنند. پس بهتر است به طور مفید و خلاصه صحبت کنید. بذارید برای شما مثالی بزنم. وقتی شما بدون توجه به افرادی که حرف شما را گوش می‌دهند صحبت کنید، دیگر به حرف شما گوش نمی‌دهند. وقتی به موقع حرف میزنید باعث میشه وقتی شما حرف میزنید افراد با توجه بیشتری به حرف شما گوش دهند. سقراط میگه اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. قبل از ادامه برنامه هر لایک شما نشان دهنده اینه ما در مسیر درست قدم برداشتیم. اگر از برنامه لذت بردیم با لایک در این سفر ما را همراهی کنید. حالا بریم سراغ سومین اشتباهی که در مواجهه با افراد در اجتماع نباید انجام بدیم. اون نداشتن صداقته. در ارتباط با دیگران صادق و روشن باشید. اعتماد را در ارتباطات برقرار کنید. خود را وفادار به قولها و تعهدات نشان دهید. بذارید براتون مثالی بزنم. فرض کنید شما و دوستتان برنامه ریزی کرده اید تا یک سفر را با هم برگزار کنید. قرار است شما برای تعطیلات یک هفته‌ای به یک شهر ساحلی برید. قبل از سفر شما توافق کرده اید که هزینه‌های سفر را بین خودتان تقسیم کنید. پس از پایان سفر و در هنگام تصفیه حساب شما متوجه میشید که هزینه‌هایی که دوستتان برای خودشان پرداخت کردند کمی بیشتر از حقیقت است. در اینجا میتونید یک راهکار صادقانه ارائه دهید. تصمیم میگیرید به دوستتان صادقانه اطلاع دهید که متوجه شدید هزینه‌هایی که او پرداخت کرده بیشتر از حقیقت است. با احترام و صداقت او را در جریان قرار میدهید و پیشنهاد میدهید تا این تفاوت را تسویه کنید. این رویکرد نشان می‌دهد که ارزش رابطه و صداقت برای شما مهم است و تمایل دارید مشکلات مالی را به صورت صادقانه حل کنید. حالا که یاد گرفتیم که چجوری با حفظ احترام در جامعه امروز با افراد صحبت کنیم و با انجام این کار باعث افزایش اعتماد به نفس خود شویم، وقتش نگاهی به آنچه که یاد گرفتیم بندازیم. یاد گرفتیم حرف دیگران را قطع نکنیم و به موقع حرف بزنیم. دیدیم بی اندازه صحبت نکنیم و از همه مهمتر صداقت داشته باشیم.
پس دفعه بعدی در روابط این نکات را فراموش نکنید که رعایت این نکات اول احترام به خودتان است. یادتون نره حتما برنامه رو با دوستان و عزیزانتان به اشتراک بگذارید و برای یادگیری این که چگونه در 6 موقعیت تحت هر شرایطی ساکت بمونید حتما این برنامه جذاب رو ببینید. موفقیت همان احساسی است که شما درون خودتان به آن دست یافته اید و نه تنها جواهری که به دیگران نمایش می دهید. پیروز و سلامت باشید.